سلام، رحمانی هستم، دبیر ریاضی و با حل تمرین صفحه 5 ریاضی هشتم در خدمتتونم. سوال 1. عددهای خواسته شده را بنویسید. الف، عددهای صحیح بین 3 و منفی 5 را بنویسید. وقتی میگه بین این دوتا عدد، بچه دیگه خود این دوتا رو نمیخواد. من شروع میکنم بعد منفی 5 منفی 4 منفی 3 منفی 2 منفی 1 0 1 و 2 رو باید یادداشت کنیم. 3 رو باز هم نمیخواد و به این صورت می نویسیم منفی 4 منفی 3 منفی 2 منفی 1 0 1 2. وقتی گفته بین 3 و منفی 5 رو یادداشت نمی کنیم. قسمت بعدی به گفته عددهای صحیح کوچکتر از منفی 4 را بنویسید. وقتی میگه کوچکتر از منفی 4 روی محور اعداد صحیح باید به سمت چپ بریم، یعنی بعدش منفی 5 منفی 6 منفی 7 الی آخر. از منفی 5 تا بی نهایت به سمت منفی ها حرکت میکنیم و نوشتنش به این صورته. ما اول منفی 5 منفی 6 و منفی 7 رو می نویسیم، بعد یه و میذاریم 3 نقطه، چون تا بی نهایت این ادامه داره. خب برای بعضی از بچه سوال پیش میاد، میگه آقا مگه ما روی محور اعداد صحیح به سمت چپ نمیریم؟ مثلا منفی 4 منفی 5 منفی 6 منفی 7 از این ور و بذاریم. میگم نه، توی ریاضیات ما از چپ به راست می نویسیم. پس وقتی میخوای از یه جای شروع کنی ادامه بدی بعد و 3 نقطه رو بذاری، یعنی تا بی نهایت، از سمت چپ به سمت راست برو. قسمت بعدی، قسمت جیم، گفته عددهای صحیح بزرگتر از منفی 3 را بنویسید. بزرگتر یعنی به سمت مثبت ها برو. منفی 2 منفی 1 0 1 2 3 الی آخر، که به این صورت نوشته میشه. باز هم از چپ شروع میکنیم به نوشتن. بزرگتر از منفی 3 میشه منفی 2 منفی 1 0 1 2 الی آخر. این و 3 نقطه یعنی تا بی نهایت ادامه داره. بریم سراغ سوال بعدی. گفته مانند نمونه جدول را کامل کنید. این سری اعداد این بالا به ما داده و ازمون خواسته بگیم آیا عدد صحیح یا عدد طبیعی هستن یا خیر. خب قبل اینکه این سوال رو بخوایم حل کنیم، بهتره که معرفی داشته باشیم اعداد طبیعی و اعداد صحیح رو. میتونیم اعداد حسابی رو هم باهاش بگیم که یه مجموع و یه پک کامل بشه از تمام اعداد یا دسته‌بندی اعدادی که تا اینجا شما خوندید. شما 3 از 3 تا الان مجموع عدد خوندید. مجموع اعداد طبیعی از 1 شروع میشن با این الگو 1 2 3 4 الی آخر. مجموع اعداد حسابی همون اعداد طبیعی هن، یه صفر بیشتر دارن، 0 1 2 3 الی آخر. اما مجموع اعداد صحیح اعداد طبیعی 0 و قرینه اعداد طبیعی رو شامل میشن. پس به این صورت 0 1 2 3 الی آخر، منفی 1 منفی 2 منفی 3 الی آخر. این هم میشه مجموع اعداد صحیح که از دو طرف تا بی نهایت، یک طرف تا مثبت بی نهایت، یک طرف تا منفی بی نهایت ادامه دارن. خب با توجه به این جدولی که اینجا داریم، بیایم ببینیم این عبارت هایی که اینجا هست توی کدوم یکی از این دسته‌بندی ها قرار میگیرن. فقط یه سری عبارت ها بالا داریم، باید اول به صورت ساده شده اونها رو بنویسیم. کدوم ها؟ رادیکال 4 و 5 به توان 3 رو ساده کنیم و منفی 2 رو هم ساده کنیم که بدونیم دقیقاً چه اعدادی هستند و در مورد اینکه تو کدوم دسته‌بندی قرار میگیرن نظر بدیم. 5 به توان 3 یعنی 5 رو 3 بار در خودش ضرب کن. 5 ضرب در 5 مساوی 25، ضرب در 5 مساوی 125. این برابر میشه با 125. 125 این از اولی. رادیکال 4 یعنی چه عدد مثبتی در خودش ضرب شده برابر 4 میشه؟
میگیم 2 ضرب در 2 میشه 4. پس اینجا هم رادیکال 4مون عدد 2 هستش. یه منفی 2 داریم اینجا که پشت 2 تا منفی داره. من بهتون گفتم پشت عدد 1 یا 3 تا یا 5 تا منفی باشه، یعنی تعداد منفی های پشتش فرق باشه، منفی میشه. اگه پشتش 2 تا 4 تا 6 تا 8 تا منفی باشه مثبت میشه. پشت این تعداد منفی هامون زوجه، 2 تاست، میشه مثبت 2. خب باقی مونده اعدادی که هستن نیازی به ساده کردن ندارن. اولین عددی که داریم مثبت 3 که هم توی دسته‌بندی اعداد طبیعی هم توی دسته‌بندی اعداد صحیح قرار میگیره. 1 2 3 الی آخر 3 اینجا هست. خب برای جفتش تیک زده. بعدی 0. 0 توی دسته‌بندی اعداد طبیعی نیست، اما توی دسته‌بندی اعداد صحیح هست. برای اولی ضرب در، برای دومی تیک میزنیم. عدد بعدی 125. 1 تا بی نهایت ادامه داره توی اعداد طبیعی، پس 125 جزوش هست. اعداد صحیح از 0 1 2 3 الی آخر ادامه داره، پس جزو اعداد صحیح هم هست. برای جفتشون باید تیک بزنیم. خب این جفتشون تیک خورد. عدد رادیکال 4 که شد 2 جزو طبیعی و صحیح هست، برای جفتشون تیک میزنیم. بعدی 3 یکم. بچه 3 یکم همون 3 میشه دیگه، مخرج 1 رو میتونیم در نظر نگیریم. خب عدد 3 بچه بین اعداد طبیعی هست، بین اعداد صحیح هم هست، پس برای جفتشون تیک میزنیم. بعدی مثبت 2 باز هم جزو طبیعی و صحیح هست، برای جفتشون باید تیک بزنیم. بعدی منفی 2/3. بچه ها منفی 2/3 یه عدد کسریه که مثل 3 یکم از حالت کسری خارج نمیشه، پس نه توی دسته‌بندی اعداد طبیعی هست چون منفیه و کسریه، توی دسته‌بندی اعداد صحیح هم نیست چون عددی بین 0 و منفی 1 و توی دسته‌بندی اعداد صحیح هم قرار نمیگیره، پس جفتشون باید ضرب در بخورن. به این صورت 7/10 بچه‌ها چه به صورت کسری چه به صورت اعشاری توی هیچ کدوم از این دسته‌بندی‌ها قرار نمیگیره، نه عدد طبیعیه نه عدد صحیحه، پس برای جفتشون ضرب در میزنیم. خب اینم تکمیل شده جدول سوال 2. سوال بعدی سوال 3 رو با همدیگه بررسی کنیم. من هر کدوم از سوالات رو داخل یه باکس قرار دادم که جوابهاشون چون یکم شاید بلند بشه توی باکس باشه و مشخص باشه کدوم جواب برای کدوم سواله. گفته حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید. من 3 تای اول رو بررسی می‌کنم. مورد اول ما -8 مثبت 6 منفی 12 مثبت 14 منفی 20 و مثبت 22 رو داریم. من پیشنهادم اینه بیایید منفی ها رو با همدیگه جمع کنید، یعنی بیایید -8 منفی 12 و منفی 20 رو با هم جمع کنید که میشه منفی 40. مثبت ها رو هم با هم دیگه جمع کنیم. مثبت 6 با مثبت 14 مثبت 20 با مثبت 22 مثبت 44. مثبت 42. حالا عبارت ما یه عدد مثبت و یه عدد منفی. مثبت ها قوی ترن، جواب ما مثبت میشه. اختلاف 40 و 42 2 واحده که میشه مثبت 2. قسمت پایینیش ابتدا باید اعداد رو به توان برسونیم. خب اول حاصل توان ها رو به دست میاریم. 1 به توان 2 یعنی 1 1
یکی، 2 به توان 2 یعنی 2 تا 4 تا، 3 به توان 2 یعنی 3 تا 9 تا، بعدی 4 به توان 2 میشه 16 تا. دقت داشته باشید این توان 2 فقط برای عدد، این منفی پشتش رو در توان دخیل نکنید. اگر قرار بود منفی پشتش به توان برسه داخل پرانتز می نوشت با منفی عدد رو، ولی چون با منفی عدد رو داخل پرانتز ننوشته پس منفی به توان نرسیده. خب اعدادی که داریم مثبت ها رو با هم جمع می کنیم. 1 و 9 مثبت 10، منفی 4 و منفی 16 منفی 20. در ادامه من جوابش رو پایین می نویسم. منفی ها قوی ترن. اختلاف 10 و 20 10 واحده، جواب میشه منفی 10. قسمت بعدی ضرب داریم و تفریق یا علامت منفی. اولویت با ضرب، ما می نویسیم 3 منهای 4 5 تا 20 تا. حالا یه مثبت 3 داریم یه منفی 20. منفی ها قوی ترن و اختلافشون 17 واحد هستش. خب این از ستای اول. بریم سراغ ستای بعدی. اینجا قبل از محاسبه باید یکم باهوش عمل کنیم. ما منفی 8 داریم، مثبت 8 هم داریم، مثبت 7 داریم، منفی 7 هم داریم، منفی 6 داریم، مثبت 6 هم داریم. اینها بچه ها قرینه همدیگه هستن. باید بیایم اعداد قرینه رو با همدیگه خط بزنیم. عدد منفی 8 با مثبت 8 خط میخوره. عدد مثبت 7 با منفی 7 خط میخوره. عدد منفی 6 با مثبت 6 خط میخوره. حاصل جمع دو عدد قرینه برابر 0 است. 3 تا 0 داریم، جواب میشه 0. نه اینجا هیچی ننویسی بگی خب خط زدیم تموم شد. نه، حاصلش رو باید به صورت 0 بنویسیم. قسمت بعدی یه پرانتز تو در تو داریم. زمانی که داخل یه پرانتز دیگه وجود داشت، به این صورت که یه پرانتز بزرگ داریم داخلش یه پرانتز کوچیکتر قرار داره. اولویت با پرانتز داخلی یا پرانتز کوچیکتره، پس باید بیایم اول پرانتز کوچیکتر رو محاسبه کنیم، یعنی 1 منهای 7 رو به دست بیاریم. من عبارت رو بازنویسی میکنم. عبارت به این صورت 3 منهای پرانتز 2 منهای پرانتز بسته منهای 1. داخل این پرانتز رو فقط جای خالی قرار دادم، فقط اینو باید الان حساب کنم. خب داخل این پرانتز چی میشه؟ 1 مثبت 1 و منفی 7 میشه منفی 6. پس اینجا 1 و منفی 7 شد منفی 6. در ادامه ما باید پرانتز بزرگتر رو محاسبه کنیم، یعنی این پرانتز رو به دست بیاریم. برای محاسبه این پرانتز کافیه اول بیایم عبارتمون رو که داخل پرانتز قرار داره رو به صورت تک علامتی بنویسیم. الان پشت 6 2 تا منفی داریم، پس 6 ما میشه مثبت. گفتم پشت عدد تعداد منفی یا زوج باشه جواب مثبت میشه. من یه مساوی میذارم، ادامهش رو پایینش مینویسم. میشه 3 منهای پرانتز یه 2 داریم، منفی 6 میشه مثبت 6 و یه منفی 1. حالا میتونیم داخل پرانتز رو حساب کنیم.
2 و 6 میشه 8 منهای 1 میشه 7. پس پرانتز ما شد 7. 3 منهای پرانتزمون شده 7، جای پرانتز 7 رو قرار میدیم. بچه ها 3 منهای 7 در واقع به این صورت هم میتونیم بنویسیم 3 و منفی 7. لازم هم نیست داخل پرانتز قرار بدیم. من پرانتزش رو برمیدارم، می نویسم 3 منهای پرانتز شد 7 میشه 3 منهای 7. یه مثبت 3 داریم یه منفی 7. جواب میشه منفی، چون منفی ها قوی ترن و اختلاف مثبت 3 و 7 میشه 4 واحد. جواب میشه منفی 4. قسمت بعدی ما یک عمل تقسیم داریم، یک عمل جمع و تفریق عدد صحیح. اولویت با تقسیمه. 4 تقسیم بر 2. پس من عبارت رو به این صورت می نویسم 8 منهای، تا اینجاش عملی انجام نمیشه، اما 4 تقسیم بر 2، 4 به 2 قسمت تقسیم میشه برابر میشه با 2. 4 تقسیم بر 2 میشه 2. باشه این اولیه فقط منفی 8 بود، اصلاح کنم بچه. منفی 8 منهای 4 تقسیم بر 2 شد 2 میشه منفی 8 و منفی 2. این تا اینجای کار. ما فقط این تقسیم رو محاسبه کردیم و جوابش شد 2 و اینجا نوشتیم منفی 8 منهای 2. حالا 2 تا منفی داریم، جواب جمع دو عدد منفی میشه منفی 8 و 2 میشه منفی 10. سوال 4. هر یک از عبارتهای زیر چه عددی را نشان میدهند؟ برای اینکه به این سوال جواب بدیم نیازه که یک بار محور اعداد صحیح رو با هم دیگه مرور کنیم. بچه‌ها این محور اعداد صحیح از سمت مثبت ها 1 2 3 4 الی آخر، از سمت منفی ها منفی 1 منفی 2 منفی 3 منفی 4 الی آخر ادامه دارن. روی این محور هر چی به سمت راست بریم عدد بزرگتره، هر چی به سمت چپ بریم عدد کوچیکتره. با توجه به این محور میایم به سوالات پاسخ بدیم. به ما گفته بزرگترین عدد صحیح منفی کدومه؟ بچه‌ها کدوم عدد منفی صحیح سمت راست قرار داره؟ گفتیم هرچی به سمت راست بریم بزرگتره. از سمت راست منفی 1 رو اول میبینیم، پس منفی 1 از منفی 2 منفی 3 و تمام منفی ها بزرگتره. بزرگترین عدد منفی صحیح میشه منفی 1. در ادامه گفته کوچکترین عدد طبیعی کدومه؟ بچه اعداد طبیعی کدوم ها؟ 1 2 3 الی آخر. خب کدومش سمت چپه؟ گفتم برای کوچکترین بیا سمت چپ. اولین یا کوچکترینشون 1، پس جواب کوچکترین عدد طبیعی هم میشه 1. یا حالا مثبتش رو هم میذاریم که مشخص بشه 1. کوچکترین عدد صحیح مثبت. بچه‌ها بین اعداد صحیح مثبت هاشون 1 2 3 الی آخرن. کوچکترین مثبتشون میشه 1. پس باز هم میشه 1. یه توضیح هم بدیم بچه‌ها. اعداد صحیح مثبت که حالا اینجا بهش اشاره کرده همون اعداد طبیعی هن. پس کوچکترین عدد طبیعی شد مثبت 1، کوچکترین عدد صحیح مثبت هم میشه مثبت 1. اعداد صحیح مثبت کدوم اعداد بودن؟ دقت کنید بالا گفتیم دیگه اعداد صحیح مثبت 0 که مثبت نیست، 1 2 3 الی آخر که همون اعداد طبیعی میشن. قسمت بعدی گفته کوچکترین عدد زوج طبیعی. بچه بین اعداد طبیعی ما که 1 2 3 الی آخر هستن کوچکترین زوجشون چنده؟ 2. اولین زوج طبیعی 2 که کوچکترینشون هم میشه. هم میتونیم 2 بنویسیم هم میتونیم مثبت 2 یادداشت کنیم.
کوچکترین عدد فرد طبیعی دو رقمی. بچه‌ها بین اعداد طبیعی اولین عدد دو رقمیمون 10، بعدی 11 که 10 زوجه پس فرد نیست، بعدی 11 میشه کوچکترین عدد فرد طبیعی دو رقمی. بزرگترین عدد زوج طبیعی سه رقمی. بچه‌ها به ما گفته بزرگترین عدد زوج طبیعی سه رقمی رو پیدا کنیم. بزرگترین عدد سه رقمی 3 تا رقم 9 باید براش قرار بدیم بچه‌ها. 9 9 9. اما این عدد زوج نیست. به ما گفته بزرگترین عدد زوج طبیعی سه رقمی، به زوج هم اشاره کرده. برای اینکه این زوج نیست باید یه واحد کمتر کنیم، میشه 998. 999 بزرگترین عدد فرد طبیعی سه رقمیه. برای همین ما اینو 998 یادداشت میکنیم. بریم سراغ سوال بعدی. به ما گفته جدول زیر را کامل کنید طوری که حاصل جمع عددهای هر ردیف با مجموع عددهای هر ستون و هر قطر مساوی باشد. بچه‌ها اینها میشن ستون، اینها میشن ردیف و قطر هم دوتا داریم. این یه قطره، اینم یه قطره. خب میخوایم همه سطرها، ستونها و قطرها با همدیگه برابر باشن. سطر و ردیف فرقی نداره. خب برای این کار باید چی کار کنیم؟ باید ببینیم اول آیا سطر، ستون یا قطری کامل هست یا نه. ما فقط یه دونه قطر کامل داریم. نگاه کنید یه قطر کامل داریم. ببینیم مجموع اون قطر چنده. همه سطرها و ستونهای دیگر رو باید با اون برابر کنیم. خب همین قطری که حالا مشخص کردیم فقط اندازش رو میدونیم. برای همین میایم مجموع این اعداد روی این قطر رو به دست میاریم که ببینیم چقدر میشه. با توجه به اون بیایم ستونها و ردیفهای دیگر رو تکمیل کنیم. اعداد روی این قطر -8 -2 و -4 هستن. 4 علامت نداره ولی ما مثبت رو براش قرار میدیم. -8 و -2 میشن -10. یه -4 هم داریم یادداشت میکنیم که حاصل اینها مساوی میشه با -6. یعنی ما باید طوری اعداد رو روی سطر، ستون و قطرها قرار بدیم که جمع اون سطر، ستون یا قطر برابر بشه با -6. من روی عبارت یا جدولمون زوم میکنم. تک تک سطرها و ستونها رو با هم دیگه تکمیل میکنیم. خب اگر دقت کنید ما اینجا این قسمتمون کامل که با توجه به اون -6 رو پیدا کردیم. حالا باید قسمت هایی رو تکمیل کنیم که 2 تا عدد دارن. ما سومی رو قرار بذاریم. الان توی این ستون 2 تا عدد داریم، -6 و -4. -6 و -4 میشن -2. من اگر این بالا رو -4 قرار بدم این ستون ما -4 و -6 و -4 میشن -6 یا به عبارتی -4 ما با -4 خط میخوره. این ستون میشه -6. بعد از اینکه این رو پیدا کردیم الان این ردیف ما 2 تا عدد داره. سومین عددش رو قرار میدیم. -4 و -8 میشن -12. باید یه -6 قرار بدیم تا جواب ما -6 بشه. پس اینجا رو ما -6 قرار میدیم.
بعد از اینجا الان این بالا مثبت 6، اینجا منفی 2، این قسمت باید تعیین بشه. مثبت 6 و منفی 2 میشن مثبت 4. مثبت 4 باید با یه عدد منفی جمع بشه تا بشه منفی 6. مثبت 4 با منفی 10 میشه منفی 6. به چه صورت؟ منفی 2 و منفی 10 میشن منفی 12، با مثبت 6 میشن منفی 6. پس این ستون ما هم شد منفی 6. ستون ردیف بعدی رو بررسی کنیم. ردیف بعدی یه منفی 6 داره، یه منفی 2 داره، میشه منفی 8. با یه عددی باید بشه منفی 6. من اگه اینجا یه مثبت 2 بذارم، این مثبت 2 من با منفی 2 میره، منفی 6 فقط میمونه. این ردیف من میشه منفی 6. بعدی قسمت پایین 4 و منفی 10 میشن منفی 6. آقا اینجا خودش منفی 6 هست، یعنی ردیف پایین ما منفی 6 هست. برای اینکه عدد منفی 6 ما از بین نره، اینجا یه صفر میذاریم که 0 و 4 میشه 4، با منفی 10 میشه منفی 6. همه ردیف ها، ستون ها و قطرهای ما برابر منفی 6 هستند. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو رو دنبال کردید. اگر علاقه‌مند هستید ویدیوهای صفحات قبلی یا صفحات بعدی ریاضی هشتم رو برای از مجموعه ویدیوهای ما ببینید، میتونید کانال ما رو دنبال کنید. از قسمت لیست پخش ریاضی هشتم ویدیوهای صفحات قبلی یا بعدی رو ببینید. خیلی ممنونیم از شما. خدا نگهدار.